فایده که فعلا داخل قفس میشن در وزن لایت ویت ورزشکار از کشور امارت اسلامی افغانستان عبدالاحد فاروقی و در مقابلش ورزشکاری که قرار گرفته از کشور ایران است، ورزشکار به نام علیرضای کرمی است که هر دو ورزشکارای بسیار خوبی هستند و هر دوش به نمایندگی از دو کشور افغانستان و ایران وارد کیج میشن و تمام برنامه‌هایی که تمرینات را که دارن به نمایش میگذارن. عبدالاحد فاروقی قدش 1.75 است، سنش 27 است، ریکوردش 4-2 است و از تیم انجمن مویتای و ام عقاب شرکت کرده و در مقابلش علیرضای کرمی از تایگر لنجرود که از کشور ایران هستند با قد 1.75 سن 29 ریکورد 0. ببینیم که ورزشکارها چی میکنن. میخوایم از استاد که در مورد ورزشکار ایرانی علیرضای کرمی معلوماتی که دارد که همراه دوستا شریک بسازن. ورزشکار ایرانی علیرضا کرمی استاد جان در جوجیتسو و بوکس خیلی خوب کار کرده. یک بازی در ایران داشته، البته رکوردش هنوز ثبت نشده، میتونیم به عنوان رکورد اول حسابش میکنیم. یک رکورد داره از استان البرز کرج هستش. انشالله که بتونه تو این بازی مثل بازی که در ایران انجام داد خودشون نشون بده و قهرمان این دوره بشه. عبدالاحد فاروقی یکی از ورزشکارهای بسیار خوب و نامدار افغانستان است که در وزن لایت ویت 6 مسابقه کرده، 4 برد داره و 2 باخت داره. اصلا رشته اصلیش پهلوانی است. در پهلوی پهلوانی بی جی جی و مویتای هم کار کرده و فعلا در انجمن عقاب، در انجمن مویتای و ام عقاب هم مویتای و هم ام کار میکنه. یعنی یکی از ورزشکارهای تکمیل است. ببینیم که در این رویداد و در داخل از کیج از این دو ورزشکار ما که یکیش بی جی جی کار و بوکسر است و یکیش ام کار است و رشته اصلیش پهلوانی است، کدامش خوب میدرخشه، کدامش میتونه از تجربه خود خوب استفاده میکنن. بله انشالله که شاهد یک بازی خوب و جوانمردانه از هر دو فایتر باشیم. دقیقاً مهم همی است که یک ورزشکارا باید خوب بدرخشن، از خودشون شایستگی خودشون بر نمایش بگذارن، چون ورزش است. ورزش در پالوی ازی که رقابت است، اخلاق است. امیدوار هستیم که انشالله هر دو ورزشکارا خوب بدرخشن. پیش از اینکه بازیکنان رو معرفی کنم، این مسابقات بین‌المللی با حمایت از مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در ولایت هرات با کمک مالی دوست عزیز ما تاجر خیر عبدالحمید شریفی که خودشان هم حضور دارند، به افتخارشان یک دست مرتب و ارچیان متدر توانا رامین جان امیری مؤسس تلویزیون سل والا معرفی بازیکنان در نخست حریف بیکانار عادی در وزن 70 کیلوگرم با قد 1.70 سانت با سن 23 به نمایندگی از تیم تایگر لنجرود از کشور ایران علیرضا کرمی. نمایش بعدی با کانال شخ در وزن 70 کیلوگرم با سن 27 در رکورد 4 برد و 2 باخت به نمایندگی از تیم عقاب مونتای از ولایت میدان وردک عبدالاحد فاروقی. انهاء سرد بین‌المللی صرفی مرکزی دیدار رحمت الله رسولی. دیگه بعد مسابقه رسما از طرف داور آغاز شد. ببینیم که ورزشکارای ما چی میکنن. هر دو خوب حمله اول از طرف آقای کرمی بود، بالوکی که داخل پای عبدالاحد فاروقی وارد کردن.
با پرتاب مشت مستقیم آگراد. او پرتاب بسیار عالی، پرتاب تکدان بسیار عالی. آقای کرمی فعلا آقای عبدالاحد فاروقی رو دالت گلیتین بسته کردن. ببینیم که کدام از این ورزشکارای ما موفق میشه. عبدالاحد فاروقی فعلا دالت ساید کنترل قرار داره و در صدد از این است که از حالت ساید کنترل برای با فول ماونت و آقای کرمی در کوشش از این است که با این گلیتینی که بسته کرده عبدالاحد فاروقی را در آفگارد خود قرار بده و اگر در آفگارد قرار بده برای برآمدن به عبدالاحد فاروقی کم مشکل ساز است، ولی اگر در این حالت قرار داشته باشه امکان زیاد داره که عبدالاحد فاروقی بسیار آسان از این حالت بیرون شود و برنامه را تقریبا برآمد. کوشش داره عبدالاحد فاروقی که در فول ماونت عریف قرار بگیره و آقای کرمی هم در صدد از این است که حالت آفگارد عبدالاحد فاروقی را قرار بده. ضربات نه چندان مؤثر از طرف عبدالاحد فاروقی. بله شاهد هستیم که آقای فایتر فاروقی در رو با ضربات نه چندان سنگین خودشو داره به روی شکم حریف قرار میده و میخواد که سوار بشه و بتونه بازی رو دست بگیره. ضربات پانچی که به صورت کرمی میزنه. کرمی باید خودش از این حالت خارج کنه. حالت بسیار خطرناکه و بک کنترل آقای کرمی قرار گرفته. ضربات بسیار محکم. آقای کرمی نباید خدا به این حالت بگیره، باید ساده شود که ساده شد تا جای را خوب بود. عبدالاحد فاروقی حالت بسیار خطرناک قرار داره. عبدالاحد فاروقی دالت بک کنترل پای خودم ترنگل انداخته که از اینجا برآمدن کمک مشکل است. باید آقای کرمی با پاس ساده شود و دست عبدالاحد فاروقی را بگیره و ساده شود تا عبدالاحد فاروقی از این حالت برآید. بله آقای کرمی نباید به این حالت خودش قرار بده، باید بلند شه و با حرکت تیک تاک حرکت های جکی که میزنه فاروقی از بالا به زمین پرتاب کنه. باید جک بزنه، باید ضربات بسیار گرنگ، ضربات بسیار محکم از طرف عبدالاحد فاروقی بالای آقای کرمی انجام میشه و آقای کرمی حرکت چاق ببینیم که موفق میشه یا نمیشه. حرکت چاق آیا تمام میتونه یا نمیتونه. دفاع بسیار عالی. آقای کرمی باید ساده شود با پا، باید بلند شه جک بزنه و حریف خودش رو پرتاب کنه. حالت بسیار خطرناک آقای کرمی قرار دوباره با این کرمی خودش یک مرتبه از این حالت نجات داد، از چوک مثلثی عقب نجات داد. باید دوباره هم حالت رو انجام بده، نباید تسلیم بشه، باید حرکت کنه. حالت بسیار و حریف خودش رو تکدام بکنه. تا جای عبدالاحد فاروقی بالای حرکات خود موفق است و حرکت خوبتر انجام میده و آقای کرمی رو امیدوار هستیم که با پاس ساده شود و از این حرکت باید خوبتر دفاع بکنه. در غیر از او منتظر هستیم ببینیم که آقای فاروقی در این حالتی که قرار داره آیا موفق میشه که آقای کرمی رو در حالت سابمیشن بگیره و یا تیکیو کنه. حرکت چوک بسته که در ریور نکت چوک ببینیم آیا موفق میشه یا نمیشه. عبدالاحد فاروقی امیدوارم که آقای کرمی بتونه خودش رو از وضعیت زیر بسیار عالی، حرکت زیبا و نهایت کوشش خود آقای کرمی داره که از این حرکت برآید و تا جای را حرکت ریال که چوک دار خورده فول ماونت آقای کرمی. آقای کرمی نباید در حالت قرار بگیره. ضربه آرنگ بسیار گرنگ. فعلا ران تمام شد و آقای عبدالاحد فاروقی ندارد در این راند که
در حدود 3 الی 3.5 دقیقه مکمل در حالت بک کنترل کرمی قرار داشت به نفع خود برنامه را تمام بسازه. ضرباتی که از طرف عبدالاحد فاروقی به صورت کرمی اصابت نموده، امیدوار هستیم بسیار جدی نباشه و دکتر صاحبایی که وارد کیک شدن ببینم که چی میگن، نظرشون چیه. میرزازاده آقای میرزازاده، هر دو ورزشکار واقعا ورزشکارهای بسیار خوبی هستند. علیرضا کرمی تانست در حدود 3.5 الی 4 دقیقه با ضربات و سبمیشن هایی که از طرف عبدالاحد فاروقی بالاش اجرا میشد خوب مقاومت کنه و خوب دفاع کنه و عبدالاحد فاروقی در حدود 3.5 الی 4 دقیقه مکمل در بک کنترل علیرضا کرمی قرار داشت، اما نتانست مسابقه را به نفع خود تمام بسازه. استاد پایان مبارزه رو چطوری می‌بینی شما؟ راند اول مسابقه را که ما شما از نزدیک دیدیم و مشاهده کردیم، اگر به این سیستم پیش بره مسابقه امکان زیادش میره مسابقه به نفع عبدالاحد فاروقی تمام شود و اگر علیرضا کرمی از فکر خود کار بگیره و به زمین با آسانی نره امکان زیادش میره که مسابقه به نفع خودش تمام کنه، ولی اگر به زمین بره تا حالا که ما مشاهده کردیم و دیدیم نسبتاً به علیرضا کرمی عبدالاحد فاروقی حرکات زمینیش موثرتر و بهتر بود. بله استاد، تجربیات بیشتری داره، 6 بازی حرفه‌ای داره، 2 باخت داره. آقای عبدالفاروق بود، عبدالاحد فاروقی. آقای کرمی دومین تجربه حرفه‌ایش است. راند دوم مسابقه آغاز شد رسما. فعلا هر دو ورزشکار به پاس ساده هستند. ببینیم تا به حال راند اول عبدالاحد فاروقی خوب درخشیده و در مقابلش علیرضا کرمی خوب دفاع کرده. هر دو ورزشکار در صدد ازی هستند که ضربه وارد کنه که در نخست علیرضا کرمی دو کیک بسیار خوب بالای عبدالاحد فاروقی وارد کرد. رفت بسیار عالی. ببینیم تکیه بسیار عالی. دوباره عبدالاحد فاروقی علیرضا کرمی را تک داون ساخت و ببینیم که آیا از حالتی که فعلا قرار داره میتونه مسابقه را به نفع خود تمام کنه یا خیر. هر دو ورزشکار در صدد اجرای حرکات خودشان است. عبدالاحد فاروقی در صدد ازی است که از حالت آفگارد براید یا فول ماونت یا در ساید کنترل و علیرضا کرمی مانع حرکات میشه. ببینیم بله آقای کرمی باید با پل خودشو نجات بده از خیمه سنگینی که آقای عبدالفارق بهش زده. امیدوارم که باز گرفتار حرکات ضربات آرنج بسیار گرنگ. ببینیم که فول ماونت علیرضا کرمی قرار گرفت عبدالاحد فاروقی. ببینیم که چی میکنه این دو ورزشکار. امیدوارم که آقای کرمی آسیب نبیده باشه و بتونه ادامه بازی رو آرنجای بسیار گرنگ به صورت علیرضا کرمی وارد میشه. امیدوار هستیم که آسیب دیدگی زیاد نداشته باشه علیرضا کرمی نهایت کوشش‌های خود به خاطر دفع از حرکات میکنه و میخواد که عبدالاحد فاروقی را از حالت فول ماونت دور بسازه. حالت بسیار بد قرار گرفته و اگر کوشش کنه علیرضا کرمی میتونه از حرکت برایه. آرنجای بسیار خشن و گرنگ وارد میکنه. اگر حرکات به این حالت دوام بکنه مسابقه به نفع عبدالاحد فاروقی در راند دوم با آسیب دیدگی بسیار شدید آقای علیرضا کرمی. آقای علیرضا کرمی نتونست در راند دوم
سنگین و خشن عبدالاحد فاروقی. بله امیدواریم که این ورزشکار خوب ایرانی آسیب نبینه و بتونه در بازی‌های بعدی جبران این باخت رو بکنه. اما هرچی از ارزش این ورزشکارا کم نمیشه. این ورزشکارا اومدن میدون ببینن استاد. دقیقاً مسابقه برد و باخت داره. یک روی سکه برد است و یکی باخت اون است که دوباره ورزشکار حاضر نشه، ولی ورزشکار وقتی که زحمت خودم بکشه نهایت کوشش‌های خود علیرضا کرمی انجام داد و با تجربه که عبدالاحد فاروقی در گذشته داشت تانست به بسیار خوبی و آسانی حریف خود زمینگیر بسازه و از حرکاتی که همیشه زحماتی که بالاش کشیده شده بود به درستی استفاده کنه. بسیار عالی استاد، دست همتون درد نکنه و ورزشکاری که خوب زحمت کشیده و تجربه بیشتری داشته باشه معمولا تو مسابقات اون تجربات رو به نمایش میذاره و این حق آقای فاروقی. خدمت شما و حاضرین در دولت خوشحال هستم که یک برگشت فوق‌العاده خدا را شکر خودم را بود داشتم چون شما شاید بدونم حاضرینه البته به نام مشکلات خداحافظی کرده بودم اما با خواهش همه وطنان عزیزم برگشتیم چون من فرزند میهن هستم و خاطر این میهن مبارزه میکنم. خدا را شکر با زحمات زیاد کشیده بودم پیروزی قشنگ نصیب مردم افغانستان کردم. جا را تشکر کنم از استادان من استاد یوسف محمد، استاد مباشر وطن و همچنان از کجای عزیزم از استاد عقیق‌الله نمیزاده، استاد اکبر استاد بسر. تشکر از استاد داود مبارز و خاطر این مبارزه زیبا که به ما طرفداری میدم. تشکر باز از خانواده و دوستان از برادران از مادر عزیز که همین یک ساعت پیش با من تماس گرفت و انرژی مثبت داد. مادر عزیز دوستای در دور میبوسم. خیلی ممنون. دو ستاره بود. باش.